روز 7 دکامبر در اجلاس 8 مجلس ملی وکیلان پالات بالایی پارلمان تاجیکستان پیشنهاد پروکورور گنرالی جهت بیکار کردن دخل ناپذیری سودی سود عالی اقتصادی شیرینزاده ایرج صفات پذیرفتند و برای به جوابگری جنایتی کشیدن و به حبس گرفتن او رضایت دادند. خدمات مطبوعات مجلس ملی همچنین خبر داد که در همین اجلاسیه با پیشنهاد پرزیدنت قوتزاده فاتح جمعه سود سودی کنستیتوسیونی، خوش محمدزاده الفمو سودی سود عالی و قاسمزاده سلیمان اوی محمد سودی سود عالی اقتصادی تعیین گردیده، سلیمزاده یوسف سفر با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودی بودن از وظیفه سودی سود عالی جمهوری تاجیکستان و تیمورزاده شمس‌الدین سفر بنابر وفاتش و شیرینزاده ایرج صفات بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودی را پست میزند از وظیفه سودی‌های سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازخواند کرده شدند. خدمات مطبوعات مجلس ملی درباره به چه متهم شدن سودی سود عالی اقتصادی ایرج شیرینزاده یگان تفصیلات نداده است، ولی تعبیر بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودی را پست میزند هنگام برکناری یا بازخواند سودی در حالتهای به جنایت‌های کروپسیونی اساساً به گرفتن پاره دست زدن آنها به کار برده می شود. پرزیدنت تاجیکستان هنوز یک ماه پیش 7 نوامبر سال 2021 به مجلس ملی در مورد از وظیفه سودی سود عالی اقتصادی بازخواندن ایرج شیرینزاده پیشنهاد ارائه کرده بود. ایرج شیرینزاده از سودی‌های سابقه‌دار به شمار رفته در گذشته چندین سال رئیس دادگاه نایه همدانی بود. 28 آگوست سال 2009 پرزیدنت امامعلی رحمان به شیرینزاده مکافات دولتی مدال خدمت شایسته سپرده بود. همان روز به شرف ایرج شیرینزاده در سود عالی اقتصادی جمع آمد با تنتنه را برپا نموده رهبریت سودی‌ها و کارمندان شیرینزاده ایرج را برای سرفراز گردیدن به چنین مکافات دولتی تبریک و مبارکباد نمودند. در این اواخر این علاقه دومین مورد با اتهام بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودی را پست میزند برکنار شدن سودی‌هاست. روز 15 دکامبر پرزیدنت امامعلی رحمان با چنین اتهام عزیزجان شریفزاده را از مقام سودی سود شهر گلستان برکنار کرد. قبلا گزارش شده بود که عزیزجان شریفزاده روز 6 دکامبر بعد از یک کار افتاده گرفتن $1000 پاره دستگیر کرده به ضدش پرونده جنایتی گشودند.